السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، در اینجا درس لغت عربی 18 درس هست. کمی از که صرف گپ میزنیم. از صرف کمی باقی موندگی هست. اینه که کلمه سازی ما ماضی را گفته گذاشتیم، مضارع را گفته گذاشتیم، ماضی زمان گذشته را میگفتن، مضارع زمانی آینده را میگفتن. اگه اینجا یک چیز دیگه، قسم دیگر ماضی موندگی است که او را ماضی مجهولش میگن. ماضی مجهول هم را میگن که کننده همو کار نامعلوم هست. مثلا میگه که فتحت الابواب، مثلا کشاده شد درها. کی کشاد معلوم نیست. یکی ضرب زده شد، یکی زننده کی است معلوم نیست. یکی اکل خورده شد، خورندش معلوم نیست. اگر موضوع معلوم شونه بگیری فتح میشه. فتح الباب، کشاد باب رو. فتح الباب زیدون، کشاد باب رو زید، مثلا معلوم است. یکی اکل الطعام زیدون، خورد طعام رو زید، مثلا معلوم است خورندش. یکی مثلا جلس زیدون، نشست زید، مثلا معلوم هست. یکی جلس بوده شینونده شید، معلوم نیست کی شینوندگیشه. زید شینونده شید که کی شینوندگیشه والله اعلم. به همون خاطر این ماضی مجهول یا که مضارع مجهول در حالت میگه استفاده میشود که تو نمیخوای که هم کننده هم کار ذکر کنی. فهمو؟ مثلا قتل کشته شد، کشته شد، کشنده کی است معلوم نیست. مثلا چه در اخبار میگه کشته شد این مرد فلانی کشته شد، نیکی کشنده کی است معلوم نیست. مثلا همین خیلی این کلمه ماضی مجهول هم بسیار استفاده میخورد. انشالله الان ما پیشکش شما میکنیم، شما در اکران میتونید که با آزادی ببینین و شما بفهمید که چه خیلی سخته میشود همین ماضی معلوم ای ماضی مجهول. اصلا ماضی مجهول ای ماضی معلوم میگیریم. چه خیلی ضربه گفتیم که زد یک مرد، زدن دو مرد، زدن همه مردم. همون کلمه هست، فقط حرف اولش ما ضمه میمونیم، یعنی که پیش میمونیم. حرف دیگه‌ش را زیر میمونیم. عین کلمه میگنشه، یعنی که زیر کسره میمونه، خودش دیگه میبروید کلمه، میفهمی که مجهول بوده است. چه خیلی اینه. مثلا ضربو زده شد یک مرد در زمانی گذشته، صیغه واحد مذکری غایبی، فعل ماضی مجهول چیزی نامعلومه میگن. معلوم ماضی معلومه ما گذاشتیم، ماضی مجهول هستیم. یعنی که زده شد آن مرد در زمانی گذشته است، یعنی که مجهول است، کی زدگیش معلوم نیست. ضرب زده شدن آن دو مردان، ضرب زده شدن همه این مردها. مثلا که در این سه کلمه میتونید دیگه چیز توضیح کنید. فتح کشاده شد، فتح کشاده شدن آن دو مرد. یکی دو در، مثلا فتح چی بابان کشاده شدن دو در. یک باب میگن، دو باب چی دو در، یک در باب میگن، دو در چی بابان میگن. یکی در هاشید ابواب میشه. مثلا همین خیل فتح یکی مثلا. یکی اینم در دانش شده ضربتا زده شدند، زده شد آن زن. ضربت زده شد آن زن. چه ضربت گفتیم زد آن یک زن بود، اینجا ضربت گفتیم زده شد آن یک زن در زمان گذشته. یک زنه که چی زده شده در زمان گذشته، نیکی زنندش کی است معلوم نیست. ضربت زده شدن آن دو زنها. ضرب نه زده شدن آن همه چی زنان، زده شدن چی آن همه زنان. اگه ما کلمه چی مثلا که فقط زدن در اینجا آوردیم، به خاطری که هست این ترجمه کردنش هم آسان است، فهمیدنش هم آسان است. دیگر چیزا رو بگیم که فهموندنش هم قین‌تر است. و کتاب‌های صرف هم غالبا همین کلمه رو مثال میارن که تا اینکه از همین کلمه دیگه هم چیز ساختنش هم آسان‌تر است. یکی ضربتم ضربت به دوجه در ماضی معلوم چی ضربت میگفتیم، ضربت زدی تو مرد میشی. ضربت گفتی زده شدی تو مرد در زمان گذشته. یک مرد خطاب کردی رو پروش. اون بالا بدگیاش که گفتیم اون چی بدن غایب بدن. خیلی خطی بالاش بگیم که چی سطری بالاش اونها انسان‌ها که در نزدیک نبودن. ضربه گفتی زده شد میشید. یکی ضربت گفتی زده شدی تو یک مرد درش خطاب کردی. یکی میگه که سوجینتا تورما کرده شدی تو، زندان کرده شدی تو. مثلا ضربت گفتی ضرب تو ما زده شده شما دو مرد، ضربتون زده شده شما همه مردم. ضربتی نه که این مؤنثش میگن، زنانه هست. چه دوجه گفتن که ضربتی گفته بودیم زدی تو مرد.
زن ضربتی زدی تو زن میشید. اینجا دوریبتی که گفتی زده شدی تو زن میشود. انا ضربتی گفتی معلم موضوع میشید. دوریبتی گفتی همین تی خودش چی است؟ بگیم که خطابی مؤنث دلالت میکند. دوریبتی زده شدی تو زن. دوریبتما زده شدید شما دو زنها در زمان گذشته. آخه دوریبتون نه زده شدید شما همه زنها در زمان گذشته. دوریبنا زده شده من مرد یا که زن فرق ندارد. سخنگوینده در لغت عرب فرق نداشت. دوریبنا زده شده ما همه مردان یا که همه زنها. برادرو این اگه چی معنی دارد همین صرفی که ما میخونیم یا که گراماتیکی که میخونیم؟ این از همه که لغت که انسان تیز یاد میگیره گراماتیک وقتی که بداند یاد میگیره و توری به اصلاح و توری گپ زدن میتوند و کتاب ها با آسانی میفهمند. تا وقتی که شما کلمات زیادی از یاد بدونین، اگر وقتی که از صرف که از همین گراماتیک عرب اگر خبر نباشین، هر آینه شما خطای هم زیاد میگیرین هم یاد گرفتن تو قینه. هر یک کلمه رو باید از یاد کنی. در این وقتی که اگر که گراماتیک عرب که بدونی، اگر یک کلمه رو از یاد میکنی، از یک کلمه وقتی که 12 چیز میفهمی، هر یک 12 چیز خودش بر راست خودش 28 تایی چیز دارن. با مثلا خلاص دیگه 81 82 85 تا 100 چیزه از یک کلمه را ذکری ساخته رفتن میگیری. انا که مضارع مجهول، ما ماضی مجهول گفتیم مضارع مجهول. آخه مضارع معلومه ما گفته گذاشتیم یضرب یا ضریبان میزند اون یک مرد در زمان آینده صیغه واحدی مذکری غایبی فعلی مضارع بود، مضارع معلوم بود. انا که مضارع مجهوله ایران بگیم که ساختنش تماما آسان هست. همه حرفی اولش پیش میکنیم زمان میکنیم، حرفی بگیم که مبین شه، یعنی که اگر که حرفی مبین گفته از آخر یک تا پیشتر شد که حرفی ر را، همین حرفی رو در همه جا حرفی مبین است، عین کلمهش میگن دیره فعل ضربه، فهمو؟ اینی که عین کلمه. خلاص دیگه که حرفی رو را ما فتحه میمانیم، یعنی که زبر یعنی خلاص دیگه خودش مضارع مجهول از مضارع معلوم ساخته میشه. چخی ضرب یضرب بود یضربشت، یضرب زده میشود آن مرد در زمان آینده صیغه واحدی مذکری فعل مضارع مجهول. یضربون زده میشن آن دو مردان، یضربون زده میشه آن همه مردان، یضربون زده میشن آن همه مردان. تضربو زده میشود آن یک زن در زمان آینده، تضربانی دو زن زده میشوند، تضربن یضربن زده میشه آن همه زنها در زمان آینده. انا که خطاب ما شروع میکنیم، تضربو زده میشوی تو مرد، یعنی که ترک نه میزنن در آینده، تو تیاری تا تر میزنن، فهمو؟ یا که توس جنو بگیم که زندان کرده میشوی، یا که مثلا یا که تخرجو گفته یا که تو برآورده میشوی تو از اینجا. مثلا که تو ضربو زده میشوی تو مرد در زمان آینده، خطاب کردی در روش گپ زدی. تو ضربان زده میشن شما دو مردان، تو ضربان زده میشن شما همه این مردان در زمان آینده. صیغه جمع مذکر که مذکر مردانه گیره میگفتن. تو ضربین زده میشوی تو زن در زمان آینده، تو ضربانی همش یک هستند، در مذکر مؤنث، در زنانگی در مردانگی همش برای دو کس اگر سخن کنی اگر یک خیل چی میاد، یک خیل کلمه میاد. او هم تو ضربانی در مردانگی در زنانگی هم تو ضربانی میشه، زده میشه شما دو زن یا که دو مرد در زمان آینده مثلا میشه. تو ضرب نزده میشه شما همه زنان در زمان آینده. اضربو زده میشوند من مرد یا زن فرق نداره، سخن کننده در لغت عرب همه وقت یک است گفتیم. نضربو زده میشه ما همه مردان یا که همه زنان در زمان آینده. انا که در اینجا ما مضارع معلوم و مضارع مجهول گفتیم، ماضی معلوم ماضی مجهول هم گفتیم. انشاءالله که فقط امر ماندگی هست دیگه. شما میتونین که کلمه ساخته با آسانی، انشاءالله کلمه ساخته شما میتونین، اگر به شرطی که شما کلمه رو از یاد کنین. برادرها کوشش کنین به خاطر لغت عربی رو گرفتن یا که به خاطر حدیث فهمیدن، به خاطر بگیم که یک اخبار و یک کلمه عربی رو گرفتن، از یاد کردن اینها هیچ وقت انسان لغت عربی رو گپ زدن نمیتونه و یاد نمیگیره اصلا.
شوخی شاگرد استاد به غضب میارد. این یک شوخی در مبین درس. أستاذ العزيز، قف جيدا لكي في كاميرا تأتي جيد. جمل شعرك جميل لكي لا يشوفونك قبيح. باید که استاد عزیز قیف جیدن خشرو بستید. کیفی کامل تأتی جیدن تا اینکه بیاد در کامیرا خشرو. جمل شعرك زیبا کن مویسرت رو که لا یشوفون قبیحا تا اینکه نبینن شما رو بزیب. ماذا نفعل بكاميرا إذا يكون الدرس جيد والطلاب ينظرون إلى الدروس بقلب نظيف والاجتهاد؟ هذا مهم. ماذا تفعل بالجمال؟ استاد میگوید ماذا تفعل بكاميرا؟ چی میکنی کامیرا را؟ اذا يكون الدرس جيد، هر وقت که باشد درس خوب و طلاب ينظرون بقلب نظیف و الاجتهاد و طلبان نظر کن به قلبی پاک و کوشش کننده، میگه این مهم است. ماذا تفعل بالجمال؟ چی میکنی به خشروگی؟ أنا آسف أستاذ، أنا آسف جدا، أخطأت في حضرتك. اینجا میگوید شاگرد به سوی استاد که انا آسف استاد، من بخشش میپرسم استاد. انا آسف جدا، من بخشش زیاد میپرسم. اخطأت فی حضرتک، خطا کردم در حضور شما محترم استاد. یعنی ليس مشكلة، ليست مشكلة. سنبدأ الدروس. جهزوا أوراق والأقلام. اینجا استاد میگوید که لیست مشکله، نیست مشکله. سنبدأ الدروس، که سنبدأ الدروس شروع میکنیم چی؟ درس ها را. جهزوا اوراق، تیار کنین ورق ها را، و الاقلام قلم ها را. بعد به خاطر الله شما مهنت این برادرایی که در جمع مثلا که چندین برادرها مهنت میکنن، شما مهنت همین ها را نظر به نظر گرفته و همین ها تا آخر گوش کرده و به دیگرها برسونین. این نه تنها که مثلا که فقط زنها گوش کنند، که فقط مردها گوش کنند، که فقط یک آدم خاص نیستن. اینها برای تمام مرد زن می شود. به خاطر همون ما صوتی میکنیم و کلمه هاشو می نویسیم که انسانو که نوشتن میتونن، هم نوشتن ان شاء الله یاد میگیرن و هم کلمه ها را خواندنش یاد میگیرن، هم لغت عربی رو یاد میگیرن، هم صرف نحوی بگیم که یعنی که گراماتیک عربی یاد میگیرن ان شاء الله. اینو به خاطر الله برای شما ان شاء الله کوشش میکنیم. شما هم کوشش کنین که مهنت برادرها مثلا به نظر گرفته و مثلا به دیگرها برسونین تا اینکه از این چیزها استفاده کنن دیگرها. شما در این صدقه جاریه ان شاء الله خوش هستین. شما رو قطعی برادرها ان شاء الله از اجر پاداش به نصیب نیستین ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.